استاد از همین دو عمل کدومش بهتر می شود؟ مثلا گیریم قرآن در همین ماه شریف رمضان 3 بار ختم کنیم یا اینکه سوره هایی که مثلا 4-5 پاره از یاد میدونستیم از خاطر برآمدگی است و یا تکرار کنیم و سوره های نو از یاد کنیم. هر دوش کنید. سوره نو از یاد کردن اگر وقت زیاد میگرفته باشد ختم کنید، اقلا یک مرتبه ختم کنید و باقی. مثلا آدم وقتی از همه قوتش کلام بوده که برای حفظ جدا میکنه. مثلا شما از خواب خستید، راحتتون گرفتید، سراتون بردم، کله ها تازه، در این وقت حفظ کنید. یعنی 1 ساعت اقلا برای حفظ وقت جدا کنید. اینچنین تکرارهای حفظهای کهنتون جاهاش تکرار کنید برای این ذهنی کامل دک. وقتی که خسته شدید دیگه سرتون حفظ نمیقپد، در اون وقت ختم کنید. فهمیدید؟ خیلی یک تش اجرا کنید، هر دوش اجرا کنید. ختم همیشه باید حافظ قرآن و غیر حافظ قرآن باید اقلا 7 روز به عبار ختم کنند. این طبق ختم صحابه ها 7 روز به عبار، این از همه حالتی بهترینش. ما درباره ختم ها در صحبت های پیشینه گفته گذاشتیم که کیها در تاریخ در چقدر مهلت ختم میکردن. صحابگان کرام در 7 روز امراتی به ختم میکردن. بله استاد، همون صحبت شما گوش کرده بودیم. همین روز 7م روز که است، همین روز انشاءالله یک بار ختم میکنیم. بعد در آینده همون 3 بار آیندهش خواستیم که مقصد تکرار کنیم، از یاد کنیم یا ختمش خیلی کنیم. گفتیم که خیلی جواب گرفتیم انشاءالله. مثلا یک وقت میشد که ختم حفظ سرطان نمیقپد دیگه، بسیار خسته شدید، اون وقت ختم کن.